بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله و صحبه و من والاه. بینندگان گرامی در هر کجایی که هستید و در این لحظات بیننده برنامه خودتان، برنامه بازسازی اندیشه می باشید. خدمت تک تک شما ارجمندان و گرامیان عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. امیدوارم که از نعمت صحت و عافیت و تندرستی و شادکامی برخوردار و بهره‌مند بوده باشید. خب دوستان گرامی، به اجازه شما خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح، کارشناس برنامه نیز عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. جناب استاد فاتح، سلام علیکم، به برنامه خودتان خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم به خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و گرامی در هر گوشه از دنیا که هستند عرض سلام و ادب دارم و در خدمت شما هستم جناب. تشکر جناب استاد فاتح گرامی. خب بینندگان عزیز و گرامی، طوری که مستحضر هستید، ما در قسمت گذشته، در جلسه گذشته برنامه، در مبحث بررسی متنی اناجیل چهارگانه به برخی از تناقضات موجود در میان این چهار اناجیل اشاره کردیم و از جمله مواردی که به آن در جلسه گذشته یا برنامه گذشته اشاره شد، تناقض در نسب عیسی علیه السلام بود که انجیل متی نسب عیسی علیه السلام را به یوسف ابن یعقوب نجار نسبت داده و وی را از نسل سلیمان ابن داوود دانسته و پدران عیسی را تا داوود 27 تن ذکر کرده. اما در مقابل انجیل لوقا نسب عیسی علیه السلام را به یوسف ابن حالی نسبت داده و وی را از نسل ناتان ابن داوود و پدران عیسی تا داوود را 42 تن ذکر کرده که این تناقض خیلی قوی است که امیدوار هستیم کسانی که نصرانی هستند به این تناقضات پاسخ بدهند و مانند دوست گرامی که در برنامه گذشته تماس گرفت تفره نرن و مستقیما بیاین به موردی که ما اشاره کردیم، به موارد از تناقضاتی که اشاره کردیم به اون تناقضات پاسخ بدن. تناقض دیگر درباره یحیی بود که در انجیل متی باب 11 فقره 14 عیسی میگوید که یحیی همان الیاس نبی است، اما در انجیل یوحنا باب 1 فقره 19 تا 21 وقتی از خود یحیی سوال میشه که آیا الیاس پیامبر هستید، و میگوید نخیر. خب بعد تناقض دیگری که ذکر شد در برنامه گذشته، تناقض در مورد 12 شاگرد بود، یا به تعبیر دیگر تناقض در مورد توصیه که عیسی علیه السلام هنگام فرستادن 12 شاگردش به اونا کرد و به اونا گفت که جز چوب دستی یا همان عصا هیچ چیزی با خود نبرید. البته این در انجیل مرقس باب 6 فقره 8 و 9 آمده، اما در انجیل لوقا تحت عین عنوان توصیه عیسی هنگام فرستادن شاگردانش آمده است که عیسی خطاب به شاگردان گفت در این سفر هیچ چیزی با خود نبردارید، نه چوب دستی و نه کوله بار، در حالی که میبینیم در انجیل مرقس میگه که چوب دستی بردارید، اما در اینجا نه. تناقض بعدی در مورد زنی است که برای دخترش از عیسی علیه السلام طالب شفا شد. در انجیل متی باب 15 فقره 21 این زن را کنعانی
معرفی میکند. اما در انجیل مرقس باب 7 فقره 24 این زن را یونانی فینیقی اهل سوریه معرفی میکند. و اما مورد پنجم که در برنامه گذشته، مورد پنجم از تناقضات موجود در اناجیل چهارگانه، اختلاف در مورد افرادی است که گفته می شود بعد از، به قول اناجیل گفته می شود بعد از زنده شدن عیسی وی را دیدند. لوقا در باب 4 میگه عیسی زنده میشه و روز یک شنبه بر سر قبر عیسی زنهای میرن، مریم مجدلیه، یونا و مریم مادر یعقوب و چند زن دیگر ذکر میکنه. انجیل متی مریم مجدلیه و مریم دیگر را ذکر میکنه و انجیل مرقس در آخرین بابش مریم مجدلیه، سالومه و مریم مادر یعقوب را ذکر میکند. و اما یوحنا در باب 20 فقط از مریم مجدلیه ذکر میکنه. البته این 6 موردی بود که جناب استاد عبدالرحمن فاتح به تفصیل پیرامون آن در برنامه گذشته اشاره کردن و امیدواریم که افرادی که اگر در این مورد گفتنی دارند با دلیل و منطق و به صورت مستقیم بدون اینکه بحث را به این طرف و اون طرف ببرن بیاین پاسخ بدن. خب جناب استاد گرامی، البته بحث ما همچنان در ارتباط به تناقضات موجود در اناجیل چهارگانه یا تناقضات موجود در میان اناجیل چهارگانه ادامه داره که ما 6 مورد را در برنامه گذشته بهش پرداختیم. حالا میخوایم به بقیه موارد اشاره کنیم تا اگر کسی حاضر است پاسخ بده. لااقل ما نیاز نداریم به همه این موارد، بلکه 2 مورد لااقل پاسخ منطقی بده. بله، حقیقت امر این است که اولا میخوام یک مقدمه کوتاه آغاز بکنم و آن این که هدف ما از بیان این تناقضات اینه که تا ثابت بکنیم این کتاب از جانب الله نیست و این کتاب قداستی که باید داشته باشه نداره. و به هر حال ما در برنامه گذشته هم برخی از تناقضات رو که شما به صورت فشرده با آنها اشاره کردیم به صورت تفصیل در مورد هر کدام پرداختیم و مستدل از روی خود اناجیل البته نشان داده. بله از کتاب مقدس و عهد جدید و به خصوص اناجیل چهارگانه اینها را نشان دادیم که اینها در حقیقت در میانشان یک اختلافات شدیدی وجود داره و صرف نظر از اینکه حالا این سند داره یا نه که ما در برنامه گذشته به صورت تفصیل به آن پرداختیم، حالا اگر قبول هم بکنیم که این کتاب سند داره، این اختلافات چی میشه؟ نمیتونه کلام الله باشه. اولا هر 4 تا نمیتونه کلام الله سبحانه و تعالی باشه. باز در میان این 4 تا اگر قبول بکنیم هر 4 تا کلام الله هست و هر 4 تا به هر حال زندگی عیسی مسیح علیه السلام هست و کلام عیسی مسیح هست، در حقیقت میبینیم در میان اینها تناقضات شدیدی وجود داره. چنانچه در برنامه گذشته هم اشاره کردم، باز هم دوست دارم اشاره بکنم که این اختلافات مثل شب و روز و سیاه و سفید هست. یعنی به شکلی نیست که قابل جمع باشه. اختلاف تضاد که بله به اندازه اختلافش شدیده که غیر قابل جبرانه. یعنی جبران برای آن نمیتونین که ما پیدا بکنیم. یعنی ما اگر خواسته باشیم به عنوان یک فرد منصف برای آن رای پیدا بکنیم، از این دریغ نمی کنیم. حقیقت امر برای شما جناب استاد میگم که بنده خودم به عنوان یک فردی که خودم را منصف میگم و این کتاب را مطالعه کردم، اگر راهی برای جبرانش پیدا بکنم بدون شک و تردید دینم برای من اجازه نمیده که خلافش را بگم. انصاف را مراعات کردم، میگم که اینجا امکان جمع هست، ولی نداره، امکان جمع اصلا وجود نداره. اگر وجود داشته باشه خیلی خوب، ما میپذیریم، دروازه باز. به هر حال کسی میتونه که بیایه بگه که اینها امکان جمع داره و جبرانش قابل جبران هست در حقیقت. خب میرین به موارد دیگری از این کتاب در میان اناجیل چهارگانه اشاره میکنیم، ببینیم که همین اختلافات متاسفانه باز هم وجود داره و اینها مش نمونه خروار هست. هرچی که ما داریم اشاره میکنیم در حقیقت اینها مش نمونه خروار هست. و تناقض هفتم در ادامه برنامه گذشته اگر خواسته باشیم بپردازیم جناب استاد، حقیقت امر این است که مشکلی که ما در میان هر 4 تا میبینیم در انجیل متی و انجیل متی، مثلا در انجیل مرقس و انجیل یوحنا، میبینیم که عیسی مسیح علیه السلام میگه که یکی از معجزات خود را وقتی نقل میکنه،
میگه این مردم خب خیلی حرفا را نمیپذیرند. من معجزه‌ای دارم که مثلی که یونس در شکم ماهی 3 روز ماند، من هم 3 روز داخل قبر میمانم و بعد از آنجا خارج میشم. متوجه شدین؟ حالا وقتی ما به انجیل متی مراجعه میکنیم، اگر اجازه تان باشه من انجیل متی را برایتان نشان بدم. باب 12 آیه 40. دوستای گرامی در اتاق کنترل اگر لطف کنن. این جناب استاد انجیل متی هست. اولا این به هر حال همواره نشان بدیم تا اینکه کسی نگه کدام کتاب دیگری است. کتاب مقدس ترجمه تفسیری و این هم مشخصات کتاب هست. انجمن بین المللی کتاب مقدس چاپ سوم 2002 و این هم مشخصات آن به زبان انگلیسی هست که در حقیقت کسی نمیتونه این کار بکنه که بگه نه این کتاب دیگری است. اگر نه حتی در سایت های اینها هم موجوده، در سایت هایی که شبکه های تصویری که اینها دارن وقتی مراجعه بکنین عین همین اونجا وجود داره. میگم تا که کسی اگر میخواد مراجعه بکنه اینترنت به دسترس داره، بره بنویسه پیدا بکنه، فقط بنویسه که ترجمه تفسیری کتاب مقدس. اونجا میاره همه چیز. خیلی خوب. انجیل متی جناب استاد باب 12 هست. باب 12 هم فقره 39 و 40. اینجا میگه که عیسی مسیح میگه اما معجزه دیگری به شما نشان داده نمی شود مگر معجزه یونس نبی. زیرا همانطور که یونس 3 شبانه روز در شکم آن ماهی بزرگ ماند، من نیز 3 شبانه روز در دل زمین خواهم ماند. یعنی که 3 روز من در داخل قبر خواهم ماند و بعداً بیرون خواهم شد. در انجیل متی باز هم جناب استاد اگر اینجا باب 16 آیه 4 باب 16 آیه 4 اشاره کوتاهی به اینجا میکنه. میگه که این باب 16 هست آیه 4. میگه این قوم گناهکار و بی ایمان معجزه آسمانی میخواهند ولی غیر از معجزه یونس معجزه دیگری با آنان نشان داده نخواهد شد. و معجزه یونس را گفتیم که در اون باب قبلی در باب 12 اشاره میکنه. حالا جناب استاد شما ببینید که در انجیل مرقس و یوحنا وقتی میایه نقل میکنه، حتی بقیه اناجیل وقتی میایه نقل میکنن که عیسی مسیح در روز جمعه به صلیب کشیده شد. به منطق خودشان در روز جمعه، عصر روز جمعه عیسی مسیح از صلیب پایین کرده میشه و یعنی شبانگاه به دفن میشه. شب شنبه اینجا ما داریم و روز شنبه، شب یک شنبه. و بنا به این تفسیری که خودشان در این کتاب دارن میگن که روز یک شنبه صبحگاهان وقتی که تاریک بود، طبق که ما قبلا خواندیم، بله روشن تاریک بود، روز یک شنبه اتفاق میفته که وقتی مریم مجدلیه یا به همان اختلافاتی که هست که مریم مجدلیه و دیگران با او بودن یا تنها بود، این اختلافاتی که در میان اینهاست بود یا بله وقتی اونجا میرن عیسی مسیح را در قبر نمیبینن. اینجا میگه که 3 روز من در قبر میمانم، در دل خاک میمانم، مثل که یونس در شکم ماهی ماند. حالا من نمیدانم والله اینو به کدام حساب بکنین جناب استاد. شب شنبه، خب شنبه یک شنبه یک و نیم روز نه یک و نیم روز میشه، یعنی 2 شب میشه و 1 روز. حتی اون هم معلوم نیست که اون صبحگاهان وقتی میره خدا میدانه که نیم شب برخواسته از قبر، اصلا شب از قبر برخواسته مشخص نیست، مشخص نمیکنه اینجا. اگر خواسته باشیم این نکته رو هم اشاره بکنیم که مستدل باشه، مثلا در انجیل مرقس باب 15 آیت 42 ببینین که در مورد این موضوع چی میگه جناب استاد. در انجیل مرقس باب 16 اینجا میگه که اینجا باب 15 آیه 42 و 43 میگه آن روز جمعه بود، یعنی روزی که عیسی مسیح صلیب کرد. بله اینجا اول داستانش رو به طور تفصیل میاره. آن روز جمعه بود و مردم خود را برای شنبه یعنی روز استراحت یا عید پسح که بعداً میآید در تفاسیر دیگرش آماده میکردند. نزدیک غروب شخصی به نام یوسف اهل رامه که یکی از اعضای محترم شورای عالی یهود و با اشتیاق در انتظار فرارسیدن ملکوت خدا بود، با جرأت نظر پیلاطوس رفت و جنازه عیسی را خواست. الی آخر که شبانگاه عیسی مسیح شب شنبه دفن میشه. شب شنبه. بله اینجا میگه جناب استاد، میگه عصر روز شنبه یعنی روز جمعه گذشت، شنبه هم در حال گذشتن عید پسح، همه خوشحالن.
عصر روز شنبه در پایان روز استراحت مریم مجدلیه، سالومه و مریم مادر یعقوب داروهای معطر خریدند تا مطابق رسم یهود جسد مرده را با آن معطر سازند. روز بعد که یک شنبه بود، صبح زود پیش از طلوع آفتاب دارو را سر قبر بردند که بعداً میگه اینجا که عیسی مسیح را داخل قبر ندیدند. متوجه شدین چی شد؟ در اونجا میگه که 3 روز مثل 3 روز میمونه. بله 3 روز میمونه، ولی 3 روز کجا شد؟ این که 3 روز کامل نشد. مگر ای که 2 روز هم کامل نشد. مگر ای که به حساب بعضی از کشورها که همان زندانی را وقتی میگیرن مثلا برایش حبس تنفیذی میدن، شبانه روزی حساب میکنن. به این معنا که شب را 1 روز حساب میکنن، روز بعدیش را روز دیگه حساب میکنن. یعنی یک شبانه روز 2 روز حساب میشه. مگر ای که به این حساب باشه که این غیر ممکنه. اگر این حساب باشه میشه که 1.5 روز 3 روز راهی میشه پیدا کرد، ولی این راه غیر ممکنه. در انجیل یوحنا باب 19 آیه 31 یا فقره 31 در اونجا هم شبیه همین جناب استاد اشاره میکنه. بله این انجیل یوحنا هست باب 19 بله این فقره 31 هست. 31. جسد عیسی را دفن میکنند. میگه که سران قوم یهود نمیخواستند جسدها روز بعد که شنبه و روز اول عید بود بالای دار بمانند، بناهن از پیلاطوس خواهش میکنن که او پایین بکنن. روز شنبه پایین میکنن. روز جمعه میگه 1 روز بعدش، یعنی جسدها روز بعد که شنبه و روز اول عیده نمیخوان که رو دار بمانه، در شب پایین میکنن. شب پایین میکنن. بله شب شب، طبقی که اونجا گفت که همون فردی که یوسف از اهل رامه بود اون آمد و به هر حال گفت که جسد رو بدین که من دفن بکنم. میگه قبل از غروب بود، یعنی تقریبا تا حرفا از اینا تمام میشه غروب میشه و شب میشه. خب بگیم شب شنبه، روز 1 شنبه، باز شب شنبه. نه، روز شب شنبه میشه. بله. روز شنبه میشه و شب یک شنبه. شب یک شنبه هم مشخص نیست. شب یک شنبه هم مشخص نیست. میگه وقتی که این زنان آمدن نزد قبر هنوز تاریک و روشن بود، مشخص نیست که چی حال وجود داشته. به هر حال قبر را خالی دیدند. متوجه شدین؟ بله. حالا جناب استاد این نوع تناقضه و اختلاف شدیدیه. چگونه این 3 روز کجا شد؟ 3 روز خو کامل نشد که. 3 روز کامل نشد، اگرچه خودشان هم اینقدر میگن که دروغگو حافظهش بسیار کمه. وقتی میآین باز موضوع را، وقتی که موضوع قبر عیسی مسیح را مطرح میکنن، همین را اتفاقا در اونجا هم طرح میکنن که سربازار استاد کردن. یهودیا گفتن مبادا شاگردایش بعد از 3 روز بیان او را از قبر بکشن. خب هنوز 3 روز تمام نشده. چی اتفاقی افتاد که به تعبیر خود عیسی مسیح میگه این معجزه که من 3 روز در قبر در زیر خروارها خاک میمانم و بعد تکمیل نشد. معجزه تکمیل نشد. 3 روز عیسی مسیح در دل خاک نماند. پس این نوع تناقضه و اختلافیه که در میان این اناجیل متاسفانه مشاهده میشه که یک قسمتش یک چیزی را تایید میکنه، قسمت دیگرش میبینیم که خلاف آن را میگه. یکی میگه شب، یکی میگه روزه. خیلی خوب، میریم به تناقض بعدی که تناقض 8 از مبحث ما باشه. اینه که در انجیل متی در 2 جای نقل میکنه که عیسی مسیح میگه من فقط به سوی بنی اسرائیل فرستاده شدم و این را قبلا هم ما نشان دادیم. بله. در همین انجیل در باب 28 خلاف آن ثابت میشه. اگر اجازه بدید من نشان بدم این رو. بله. تا اینکه بینندگان عزیز و گرامی به صورت مستدل با ما باشند و اگر کسانی میخوان برای خودشان یادداشت بکنن تا اینکه باز نگویند که بدون دلیل حرف زدیم. این باب 10 هست، انجیل متی باب 10. بله. در آیه 5 یا فقره 5 میگه عیسی ایشان را به مأموریت فرستاده. کی را؟ یعنی شاگردانش را. چنین گفت نزد غیر یهودیان و سامریان نروید، بلکه فقط نزد قوم اسرائیل که گوسفندان گمشده خدا هستند بروید. خب خیلی خوب، میرین به آیه فصل 15. فقط نزد گوسفندان گمشده خدا که همان بنی اسرائیل هستند. بله. میرین در فصل 15 در انجیل متی، باز همینجا عیسی فرمود، در قضیه همان زن کنعانی هست که از او طلب میکنه که دخترم را شفا بده. بله. عیسی فرمود خدا مرا فرستاده تا یهودیان را کمک کنم نه غیر یهودیان را، زیرا یهودیان گوسفندان گمشده خدا هستند. همان لفظ در اینجا هم تکرار میشه. خیلی خوب، جناب متی ببینین که چی گل را به آب داده. بعدن
همین متی این هم در متی آمده بود؟ بله این هم در متی باب 15 آیه 5 بله. خب یعنی در عین آیه 24 در یک انجیل تناقضات وجود داره در میان فقرات مختلف. اینجا را جناب استاد یادداشت بکنید و همچنین باب 15 عزیز که خواسته باشن. بله در انجیل اول باب 10 بود فقره 5، دومی باب 15 بله آیه 24 یا فقره 24 بله. یک حرف را در اینجا میزنند، دقیقاً یک حرفه. اون در باب 10 و باب 15 یک حرف را میزنن. حالا میخواین مخالفش را نشان بدین. در باب 28 همین انجیل، در باب 28 همین انجیل آیت 19 یا از آیت 18 شروع بکنین تا اینکه بینندگان عزیز و گرامی در جریان باشن بیشتر. میگه آنگاه، این باب 28 هست انجیل متی فقره 18. میگه آنگاه عیسی جلو آمد و به ایشان فرمود، یعنی به شاگردانش، تمام اختیارات آسمان و زمین به من داده شده است. پس بروید، آیه 19، پس بروید و تمام قومها را شاگرد من سازید. تمام اقوام را برید شما شاگرد من بسازید. عجیب. بله. ابتدا تنها بنی اسرائیل بود. بله بنی اسرائیل که گوسفندان گم شده بودن فقط همین ها بود. بعدن اینجا میگه که تمام اقوام را برید دعوت بکنید. حالا ما کدوم را قبول بکنیم؟ به نظر من جناب استاد تا آنجایی که این کتاب را مطالعه کردم و آنجایی که معلوماتی در ملحقات این کتاب وجود داره، یعنی اناجیل چهارگانه، ملحقاتی که وجود داره، اسفار دیگری که وجود داره، نشان میده که این اضافگی که از طرف پیروان پولس بعد از پولس به وجود آمده. چون پولس اولین کسی بود که بدعت جهانی بودن مذهب یا دین نصرانیت را اعلان کرد. قبل از اون کسی چون این حرفی نزده بود و این دروغ محضه. یا این که باید قبول بکنن که این متی دروغگوی کم حافظه بوده، یک جا یک چیز را نوشته، در دو جا، نه در یک جا، در باب 10 و باب 15. ولی در اینجا یادش رفته که قبلا چی نوشته بوده در باب 28. بله در باب 28 اینجا اشتباه کرده. در باب 10 و باب 15 نزدیکترن با هم. بله. بعد از 15 تا 28 بعد از 13 باب فاصله زیاد است بیچاره شاید ممکن. حالا حرف ما اینجاست که ما به عنوان یک سوال میخوایم مطرح بکنیم اینجا، به عنوان فرد منصف. حالا بگذارین این متی را نمیگین که دروغگویی که حافظه، خیلی خوب، آدم خوبی بوده، همین رو نوشته. آیا در اینجا اشتباه کرده یا نه؟ اگر نکرده به کدام دلیل؟ و اگر کرده چرا این اشتباه را مرتکب شده؟ چرا چون این اشتباه مرتکب شده؟ و نظر شخصی من جناب استاد این است که این اضافگی به دست پیروان پولس شده. بعد از این که پولس فکره و بدعت جهانی بودن دین عیسی مسیح را مطرح کرد در نامه‌های مختلفی که فرستاد، این هم متاسفانه متأثر میشه و چون این چیزی نوشته میکنه به نام عیسی مسیح و به نام دین عیسی مسیح و به نام دین نصرانیت و مسیحیت. لذا این نوع تناقضه. اما حرف اولی که متی میزنه در باب 10 و باب 15 به حقیقت نزدیکه و قرآن ما هم این را تایید میکنه. همچنان که الله متعال میگه و رسولا الی بنی اسرائیل، عیسی فقط فرستاده بود به سوی بنی اسرائیل، نه به سوی غیره، مختص قوم معین. بله مختص به قوم معینی بود و دین عیسی مسیح دین جهانی نبود. اما در اینجا این بدعت اضافه میشه که متاسفانه همان فکره، حتی جناب استاد شاید شما قبلا هم ما در مورد شوراهایی که داشتن، بله، به خصوص شورایی که مثلا در اورشلیم داشتن، مشهور شورای اورشلیم، وقتی در اونجا در سفر اعمال رسولان میایه اونجا میگه که وقتی که اینها رفتن اقوام دیگر را دعوت کردن، مانده بودن که چیکار باید بکنن. آیا اینها هم ملزمن که همان عبادات و احکامی که یهود به آن ملزمن، اینها هم ملزمن که اجرا بکنن یا نه؟ که سرانجام نتیجه بر این شد پولس و افراد دیگری که بودن در همان شورای اورشلیم با هم نشستند و چی گفتن؟ نتیجهش این شد که نه، غیر یهودی وقتی نصرانی میشه ملزم نیست و مکلف نیست که احکام را اجرا بکنه، مگر صورتهای خاصی در بحث ختنه و بعضی از مسائل را که در اونجا مطرح میکنه. حالا این خودش نشان میده که
اوائل دین عیسی مسیح دین جهانی نبود، وگرنه باید برنامه‌های برای غیر یهودی‌ها می‌داشت. اینها نمی‌ماندند که شورای اورشلیم برپا بکنن و شورای اورشلیم تصمیم بگیره که غیر یهودی‌ها چیکار بکنن. پس لذا این دروغیه که متی در اینجا آن را اضافه کرده، یا این که متی دامنش پاکه بعدن این را اضافه کردن. خب خیلی راحته به اینها که اضافه بکنن. فعلا میبینین اضافه میکنن. بله. من جناب استاد باور کنین تعجب میکنم، یعنی وقتی که این را میخوانم، وقتی که برای برنامه آمادگی میگیرم، زیاد تلاش میکنم تا اینکه از جهات مختلف خدای نکردن نشه که حتی به یک نصرانی، حتی به دین مسیحیت ناخواسته صدمه وارد بکنم و چیزی را دروغ به آنها بگم یا غیر انصاف بی انصافی بکنم. وقتی متون عربی را در کنار انجیل فارسی میگذاریم، خب میبینین نه چیز دیگری میگه. حتی همین فارسی ترجمه های مختلفی شده، وقتی مراجعه میکنیم میبینین یک چیز دیگری میگه. چگونه ممکنه کلام خدا با این همه تفاوت، با این همه اختلاف؟ نشان میده که اینها در طول تاریخ دستکاری کردن. یعنی هر وقتی که خوششان آمده یک جای را دست دادن، یک جای را کم کردن، یک جای را اضافه کردن، یکی را انتخاب کردن، یکی را رد کردن. یا همون اصطلاحی که گفته میشه، اصطلاح یونانی آپوکریفا، یعنی اناجیل غیر رسمی. چند تاش رسمی. بله چند تا اینها را غیر رسمی اعلان میکنن و بعد میان خودشان یک تعداد دیگری را رسمی اعلان میکنن. باز هم اینجا وقتی که میبینن در تناقض، باز میبینی آن را حذف میکنن. خب باز تصمیم شورا هاست دیگه. بله خودشان تصمیم میگیرن و خودشان به هر حال هر نوع اجراعاتی که بر مسیحیت، بر مسیحیای بیچاره، بر نصرانی های بیچاره و از همه چیز بیخبر بکنن، اینها هم قبول میکنن و میپذیرن. خلاص میگن دین الله، دین عیسی مسیح دین محبت. به هر حال دین محبت، حرفایی که خودشان حرفای قلم به سلم که یاد دارن. به هر صورت خب تناقض نهم بله که ما میخوایم در این مبحث مطرح بکنیم این است که در انجیل مرقس میآید که عیسی مسیح بعد از این که با آسمان ها بالا میره، در انجیل مرقس میگه بعد از این که عیسی مسیح با آسمان ها بالا میره، شاگردای عیسی مسیح به همه جا میرن برای تبلیغ. میرن تبلیغ میکنن دین مسیحیت را، دین نصرانیت را. اما در لوقا میگه نه، بعد از اینکه عیسی مسیح با آسمان ها رفت، شاگردان او برمیگردند به اورشلیم، به خانه خدا، و آنجا همواره به عبادت مشغول میشن. عجیب. بله. یک جای میگن منتشر میشن. بله میگه منتشر میشن. اما یک جای دیگه میگه نه میگه رفتن به اورشلیم، خانه خدا، همونجا نشستن و به عبادت مشغول شدن. خیلی خوب، ببینین که چی میگه. اینجا جناب استاد انجیل مرقس هست. بله. باب 16 یا فصل 16 فقره 20 از 19 شروع بکنم تا اینکه بینندگان عزیز متوجه بشن که بحث از کجاست. میگه چون عیسی خداوند سخنان خود را به پایان رساند به آسمان. عیسی خداوند یعنی برشون خداوند است دیگه. بله. بعداً به سراغ این موضوع هم میریم ان شاء الله که آیا عیسی مسیح خدا هست، فرزند خدا هست یا نیست، یا بحث تثلیث که خیلی یک بحث مسخره‌ایه، ان شاء الله با آن خواهیم پرداخت و به هر حال اندک لبهای خود را شیرین خواهیم کرد با این ابحاث جالب و خیلی خنده آوری که اینها مطرح کردن در بحث تثلیث. بله. عقل خودشان هم قبول نمیکنه، عقل خودشان هم نمیتونه این را قبول بکنه. بعدا ان شاء الله به صورت تفصیل میپردازیم. اجازه بدین که حالا بفرمایید از اصل موضوع نمانیم. خب مرقس گفتن باب 16 فقره 19 و 20 میگه چون عیسی خداوند سخنان خود را به پایان رساند، به آسمان صعود کرد، یعنی بالا رفت و به دست راست خدا نشست. خیلی خوب. آیه 20 شاگردان به همه جا رفته پیغام انجیل را به همه رساندند. بله. خداوند نیز با ایشان کار میکرد و با معجزاتی که عطا مینمود پیغام ایشان را ثابت میکرد. خیلی خوب جناب آقای مرقس، اجازه بدین ببینین که رفیق دیگر شما چی میگه. رفیق دیگر جناب عالی آقای لوقا هست. ببینین ایشان چی میگه. بله. این لوقا هم دقیقاً در همون مبحث صعود عیسی به آسمان، اینجا صعود عیسی به آسمان، انجیل لوقا باب 24، اینجا باب 24 از اینجا شروع میشه. اخیر باب از آیه 50 شروع میکنین یا فقره 50. صعود عیسی به آسمان، همان مبحث جناب استاد، هیچ فرق نمیکنه. آنگاه عیسی ایشان را با خود تا نزدیکی بیت اونیا
اگر درست خوانده باشم. بله. در آنجا دسته های خود را به سوی آسمان بلند کرد و ایشان را برکت داد. خیلی خوب. 51 شاگردان داره. بله. و در همان حال از روی زمین جدا شد و به سوی آسمان بالا رفت. در اونجا گفت صعود کرد، در اینجا میگه بالا رفت، اما فرق نمیکنه. به هر حال یک چیزی را اضافه گیر میکنه. نتیم. بله. شاگردان او را پرستش کردند و با شادی بسیار به اورشلیم بازگشتند. عیسی را پرستش کرد. بله، با اورشلیم بازگشتند، به همه جا نرفتند برای تبلیغ. و با خانه خدا رفتند. اونجا گفت به همه جا رفتند. خیلی خوب. آنان همواره در آنجا مانده خدا را شکر و ستایش می کردند. یعنی چی شد؟ آیا همه جا رفتن تبلیغ کردند یا جناب آقای لوقا میگه نه، به همه جا نرفتن تبلیغ نکردند، رفتن اورشلیم به خانه خدا رفتن، در آنجا عبادت کردند. احتمال داره که در اورشلیم همه آمدن جمع شده باشن از سراسر این خب دنیا. غیر ممکنه. این که غیر ممکنه، چون میگه به همه جا رفتند. مگر این که مثل رفتن من و شما مجازی بوده باشه که پشت شبکه پشت دوربین بشینین به همه جا برین، داخل خانه همه مردم داخل بشین. که این غیر ممکنه. در اون زمان همچون کامراهای نبوده و همچون به هر حال حالتی نبوده. حالا میتونین ما بگین به صورت مجازی به خانه های دیگران رفتیم، درسته؟ ولی این خب حقیقیه. چگونه میشه آخه؟ همچون چیزی امکان داره؟ حتی ببینین جناب استاد، ما اینقدر با انصافیم که یک راهی را به اونا نشان میدین که ما به صورت مجازی وارد خانه ها میشین تا اینا یاد بگیرن که مجازی و حقیقی داره. ولی این غیر ممکنه. در اون زمان خب نبوده، شبکه های هم نبوده که به صورت، یا رادیویی نبوده که صدای اینها به خانه های مردم بره یا تصویر اینها به خانه های مردم بره. لذا چی رقم میتونیم ما در میان اینها جمع بکنیم؟ حالا به همه جا رفتند یا نرفتند؟ به همه جا رفتند یا به اورشلیم به خانه خدا رفتند؟ بله، به خانه کدام یکی درسته؟ و این حرف دیگری که مهمه، حرف دیگری که خیلی جناب استاد در این نکته مهمه، اینه که میگه بله. آنان همواره در آنجا ماندند. در کجا؟ در خانه خدا. خدا را شکر و ستایش میکردن، یا در اورشلیم یا در خانه خدا. خب خانه خدا هم در اورشلیم بود دیگه. در آنجا مانده خدا را شکر و ستایش میکردن. یعنی چی؟ این نوع تناقض بسیار واضح و آشکاریه که در میان این دو انجیل وجود داره، در میان انجیل مرقس و در میان انجیل لوقا، که واقعا خیلی یعنی بعید از هم دیگر، که حالا همه جا رفتند یا همه جا نرفتند. مبحث هم یک مبحثه، مکان هم یک مکانه، جا هم یک جا هست، نه که داستان دو تا باشه، یک داستانه. لذا جناب استاد این هم نوعی تناقض است که متاسفانه در این کتاب ما میبینیم که وجود داره در میان این دوتا. اگر اجازه تان باشه بریم به سراغ تناقض دهم. خب اگر شما اجازه بدین جناب استاد فاتح گرامی، قبل از اینکه به تناقض دهم اشاره کنیم، فکر کنم بیننده های عزیز و گرامی هم به یک میان برنامه نیاز دارن و ما شما هم همراه با بیننده های گرامی میریم سراغ یک میان برنامه. بعد از این میان برنامه انشاءالله میپردازیم به تناقض بعدی که تناقض دهم است. با ما باشید. خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و قبل از میان برنامه جناب استاد عبدالرحمن فاتح و سه تناقض دیگر اشاره کردن که مجموعاً با تناقضاتی که در برنامه گذشته هم بیان شده. البته وقتی تناقض میگیم تناقضات موجود در میان اناجیل چهارگانه است. به سه تناقض اشاره کردن که تناقض اختلاف 3 روز که گویا عیسی علیه السلام میگن که من 3 روز معجزه میارم مانند معجزه یونس ابن متی و من هم
3 روز باید این معجزه از این قرار است که باید عیسی علیه السلام 3 روز در قبر بمانند، که بعدش دیدیم که این 3 روز فکر کنم که تنزل یافت به 1.5 روز، طوری که از خلال بیانات استاد فاتح واضح گردید. و همچنین تناقض بعدی صعود عیسی به آسمان و همچنین فرستادن عیسی علیه السلام، در یک جای میگن که خاص به یهود بود، در جای دیگری میگن که به همه اقوام بود. خب جناب استاد فاتح گرامی، حالا میپردازیم به تناقض بعدی که تناقض دهم است فکر کنم. بله، در تناقض دهم داستانی را نقل میکنه و آن این که میگه همراه عیسی مسیح علیه السلام 2 تا دزد هم به صلیب کشیده میشن. همراه عیسی مسیح 2 تا دزد هم به صلیب کشیده میشن. در انجیل متی و مرقس میایه که این 2 تا دزد هم از جمله کسایی بودند که عیسی مسیح را دشنام میدادند، سب و شتم میکردند، بد و رد میگفتند به عیسی مسیح و عیسی مسیح را ناسزا میگفتند و او را مسخره میکردند. اما در انجیل لوقا میایه میگن نه، یکی از اونها عیسی مسیح را دشنام میداد، یکی دیگه او را منع میکرد، حتی تا جایی که عیسی مسیح برای یکی از اونهایی که از او دفاع میکرد، برای یکی از اون دزدا گفت تو هم در بهشت همراه من خواهی بود. اجازه بدین که از کتاب مقدس یا از اناجیل 4گانه برایتان این نکته را نشان بدم. بفرمایید جناب استاد. در باب 27 آیه 47 اینجا هست، در انجیل متی. بله، در انجیل متی. بله، در انجیل متی باب 27 آیه 44 اینجا میایه. این باب 27 هست آیه 44 میگه حتی آن 2 دزد هم به او دشنام میدادند. متوجه شدین؟ به عیسی علیه السلام. حتی آن 2 دزد هم به او دشنام میدادند، یعنی به عیسی مسیح علیه السلام. خیلی خوب، میرین در انجیل مرقس باب 15 آیه 32، مرقس 15:32 ببینیم که اونجا چی میگه. بله، این باب 15 هست آیه 32. حتی آن 2 دزد نیز در حال مرگ او را ناسزا میگفتند. متوجه شدید؟ بله، این هم همون. بله همون جاست. حتی آن 2 دزد نیز در حال مرگ او را ناسزا میگفتند، یعنی در حین مرگ حالا کشته میشن، از بین میرن، باز هم عیسی مسیح را بد و رد میگفتند و دشنام میدادند. خیلی خوب. در انجیل لوقا باب 23 خلاف این را برای ما میگه. لوقا باب 23. بله، از آیه 39 شروع میکنیم، از فقره 39 شروع میکنیم. از اینجا میگه یکی از آن 2 جنایتکار که در کنار عیسی مصلوب شده بود به طعنه به او گفت اگر تو مسیح هستی چرا خودت و ما را نجات نمیدهی؟ 41 و 41. اما آن دیگری، یعنی یکی دیگه از این دزدای جنایتکار، او را سرزنش کرد و گفت حتی در حال مرگ هم از خدا نمیترسی؟ ما حقمان است که بمیریم چون گناهکاریم، اما از این شخص یک خطا هم سر نزده است. 42. سپس رو به عیسی کرد و گفت ای عیسی وقت ملکوت خود را آغاز کردی مرا به یاد آور. وقتی ملکوت خود را آغاز کردی مرا به یاد آور. 43. عیسی جواب داد خاطر جمع باش که تو همین امروز با من در بهشت خواهی بود. یکی از دزدا. بعد یکی از این دزدا. حالا چیکار بکنیم جناب استاد؟ این تناقض در حقیقت. در انجیل متی و مرقس یک حرفی است و در انجیل لوقا حرفی. بله، در انجیل متی و مرقس میگه که این 2 دزد هم عیسی مسیح را ناسزا میگفتن و بد و رد میگفتن. اینجا میگن نه، یکی بد و رد میگفت، یکی دیگه دفاع کرد. حتی تا سر حدی که عیسی مسیح برای گفت تو همین امروز با من در بهشت خواهی بود. یعنی چی رقم ممکنه جناب استاد؟ این واقعا نوع تناقضیه که در میان این 3 انجیل وجود داره. میان متی و مرقس با هم موافقن، اما وقتی در لوقا میایین چون زمان اندکی دورتره باز میبینین که این یک گل دیگری به آب میده و متاسفانه خلاف آن را میگه. مشخص نیست که حالا این درسته یا اونها درستن. خب این سوال و این هم سواله که حالا مرقس و متی راست میگن یا لوقا. سوالات زیاده ولی مطرح شد. نمیدانم که بیننده ما اگر مانند دانیال بیننده‌های مسیحی چی جواب خواهند داشت؟ آیا حاضرند که به این جواب بدن؟ اینها خوب جناب آقای دانیال و بقیه کسایی که به هر حال تماس میگیرن، اگر واقعا دانیال هست، من هراس دارم که
آخوندانیال نباشه. نه حالا به هر حال فرض بکنین که اینها مسیحی یا نصرانی باشند، ما بیشتر حرف ما طرف کشش هاست. طرف کشش هایی است که روز تا شب حتی از این کتاب مقدس برای خودشان دیپلم میگیرن، لیسانس میگیرن، ماستری و دکترای خودشان را روی کتاب مقدس، حتی دانشگاه کتاب مقدس دارند که در اونجا فقط کتاب مقدس تدریس میشه. اونها بیان دفاع کنن. این جناب آقای دانیال بیچاره که این گناهی نداره، این اگر هم مسیحی یا نصرانی باشه گناهی نداره، نخوانده، ما او را معذور می‌داریم، نخوانده. اگر بخوانه حالا به هر حال شاید مشکلش حل بشه و خیلی دیگه. حالا تنها این جناب نیست مورد نظر ما سوالات ما از کشش هاست، از آخوندای نصرانی است، از رهبران نصرانی که بیان اونها جواب بدن این حرفا را. این فکر میکنم این سوالات کمی از سوی بعضی از اینها بالا باشه، به همین واسطه تأکید ما بیشتر سر اون دیگر است، سر کشش ها. بله. به هر صورت تناقض 11 در انجیل متی باب 27 آیه 46 میایه که عیسی مسیح از پروردگار شکایت میکنه. وقتی که روی صلیب کشیده است در اونجا میایه شکایت میکنه از خداوند، میگه چرا ای الله، ای خدا، چرا با من این کار را کردی؟ چرا من را تنها گذاشتی؟ نعوذ بالله. که این از عیسی مسیح علیه السلام خیلی بعیده. در انجیل چه گفته؟ در انجیل متی باب 27 آیه 46 یا فقره 46 و همچنین در مرقس هم همین نقل شده، در لوقا هم نقل شده ولی و اندک تفاوت. ولی یوحنا چون آخرین فرد ننوشته، خجالت کشیده چگونه این را بنویسه از شأن یک پیامبر، از شأن عیسی مسیح که حالا فرزند خدا میگن، بعیده که همچون حرفی بزنه بر خدا نعوذ بالله شکایت بکنه و اعتراض بکنه که چرا من را تنها گذاشتی، چرا فلان کردی و اینو آن کردی. به هر صورت در آیه 27 میایه در اونجا وقتی که در آیه 46 باب 27 آیه 46 میگه نزدیک به ساعت 3 عیسی فریاد زده گفت ایلی ایلی لما سبقتنی. خب یعنی خدای من چرا مرا تنها گذاشته ای؟ البته باز در اونجا می ایلوئی میه، اینجا ایلی میه. به انجیل لوقا گفتیم، به انجیل متی است. انجیل متی. میریم به سراغ مرقس ببینین جناب آقای مرقس چی میگه. جناب آقای مرقس در باب 15 آیه 34 این رو میاره. ببخشید. بله در اینجا فصل یا باب 15 آیه 34 در این وقت عیسی با صدای بلند فریاد زد ایلوئی. خب حالا ترجمهش یعنی خدای من چرا مرا تنها گذارده ای؟ اونجا گفت گذاشته ای، اینجا میگه گذارده ای. خیلی خوب، این میگن اختلاف تنوع، اشکال نداره، خیلی ها گیر نمیدن به این موضوع. اختلاف تنوع تضاد نیست. میرین در انجیل لوقا ببینین که جناب آقای لوقا در این مورد چی میگه. هم در همین مبحث، خیلی را دور نمیره، در همین مبحث اینجا در انجیل لوقا میبینین که این جناب آقای لوقا وقتی نقل میکنه همین قول را در باب 23 در آیه 46 یا فقره 46 از 44 شروع میکنین. میگه به هنگام ظهر برای مدت 3 ساعت تاریکی همه جا را فرا گرفت و نور خورشید از تابیدن باز استاد. آنگاه پرده ضخیمی که در جایگاه مقدس خانه خدا آویزان بود 2 تکه شد. خیلی خوب. سپس آیه 46 سپس عیسی با صدای بلند گفت ای پدر، روح خود را به دستهای تو می سپارم. این را گفت و جان سپرد. یعنی شکایتی در اینجا در کار نیست. متوجه شدین؟ اینجا شکایتی در کار نیست. بله تسلیم، کاملا تسلیمه، قبول داره. میگه هرچی که الله در مورد من، هرچی که به تعبیر اینها خدا پدرش، که در اصطلاح نصرانی ها بیشتر استفاده میشه، حتی در مورد غیر عیسی هم پدر گفته شده که ما بعدا ان شاء الله به شرح آن خواهیم پرداخت که لفظ پدر در کتاب مقدس یا در اناجیل 4گانه یا به صورت کلی در کلام عیسی مسیح چی معنا داره، ان شاء الله به این خواهیم پرداخت. خب به هر صورت اینجا با صدای بلند گفت که ای پدر، روح خود را به دستای تو می سپارم. تمام. و جان سپرد. اما در متی و مرقس چی گفت؟ گفت که ای خدا چرا مرا تنها گذاشتی؟ چرا تنها گذارده ای؟ یک جا شکایت است به مفهوم شکایت یا با لحن شکایت آمیز، و در جای دیگر تسلیم. اما یوحنا هوشیاره، چون ما قبلا هم در مورد یوحنا گفتیم که انجیل یوحنا کلمات بسیار قوی داره و احیانا در اونها فلسفه و اینها داخله و گفتیم که به اون یوحنا اصلا ربطی نداره. اون یوحنا اصلا سویه‌اش به این نبود که این کتاب را بنویسه. در باب
وقتی که در مورد اسناد این صحبت کردیم، بررسی سند، بررسی سندی آن. به هر صورت میرین لوقا ببینین چی گفته. لوقا کمی هوشیاره و این حرف رو نمیزنه. حالا اشتباهاتی که مرقس و متی کردن اونها را جبران میکنه. لوقا خب کمی ماسمالی کرد اون را. بله. کمی ماسمالی کرد، اما یوحنا اصلا گم میکنه این موضوع را. ببینین چی میگه. یوحنا در باب 19 آیه 28 میگه عیسی میدانست که دیگر همه چیز تمام شده است. پس برای این که مطابق پیشگویی کتاب آسمانی عمل کرده باشد فرمود تشنه‌ام. 29 در آنجا یک کوزه شراب ترشیده بود، پس اسفنجی در آن فرو کردند و بر سر نی گذاشتند و جلو دهان او بردند. وقتی عیسی چوشید فرمود تمام شد و سر خود را پایین انداخت و جان سپرد. اینجا دیگه هیچی نگفت. هیچ نه تسلیم شده، نه هیچ مبحثی در اینجا مطرح نیست. اینکه بیمار شد و رفت. خلاص رفت. اون شراب ترشیده را خورد و بعد تمام شد. سر خود را پایین انداخت و تمام شد، جان سپرد. اما در اون دو تا خوب شکایت بود. خب اونا اوایل بودن. لوقا کمی ماسمالی که چون دید که اعتراضات شده. وقتی به یوحنا رسید، یوحنا اصلا عقلش خیلی بالاتر از این بود به تعبیر خودش. حالا چگونه میگه این را درج بکنم در اینجا؟ از یک جهت ما میگیم این خدا بود یا فرزند خدا بود یا اصلا قبول بکنین پیامبر خدا بود به تعبیر اونها. اگر فرزند خدا بود باید برخی از صفات خدایی هم درش وجود داشت. چگونه همچون حرفی وجود داره؟ اگرچه این خودش کلا تناقضه با این که میگن فرزند خداست یا خداست. باز به خاطر این که در برن میگن نه، عیسی خود را فدای مردم کرد که ما بعداً به این هم میپردازیم. فدای گناهی که آدم کرده بود کرد. چی ربطی داره؟ به هر صورت حالا اینجا خلاص بحث تمام میشه. میگه که عیسی اصلا نه حرفی هم نزد، نه شکایتی کرد، نه تسلیم شد. خلاص جان سپرد و همان شراب را خورد و از اون سرنه‌ای که با اون اسفنج جان را داده بودن برایش نوشید و تمام کارش تمام شد و از دنیا رفت، سر خود را پایین انداخت. لذا این تناقضی که در میان این 4 انجیل وجود داره. متی و مرقس یک رقم میگن، لوقا به شکل دیگری نقل میکنه، یوحنا اصلا از بین میبره. میخواد که اصلاح کنه. بله کلا اما چرا اصلاح میکنه؟ لوقا اصلاح کرد، ولی این اصلاح کرد که به تعبیر یک عامیانه ما داریم که میگه نفر خواست که سر نفر را اصلاح بکنه، زد چشمش را کور کرد. این اصلا چشم را کور کرد، چیزی باقی نگذاشت. یا قول ضرب المثل عربی آمد که سرمه کنه چشمش را کور کرد. بله اصلا کارش را کلا تمام کرد و همه چیز را از بین برد. لذا جناب استاد این تناقض دیگریه که در میان این اناجیل 4گانه وجود داره که 2 تا یک چیز میگن، یکی دیگه چیز دیگری میگه، یکی اصلا آن را از بین میبره و نابود میکنه. این تناقضی بود که در حقیقت تناقض 11 در مبحث ما. تشکر جناب استاد فاتح گرامی. قبل از اینکه بریم سراغ تماس های بیننده های عزیز و گرامی، امیدواریم بیننده‌ای که صحبت دارند در ارتباط و موارد از تناقضاتی که طی برنامه گذشته ذکر شد و در این برنامه ذکر شد با ما در تماس شدن. اگر در تماس شوند، اگر استفسار داشتند یا میخواستند در موردی از موارد ذکر شده تفصیلات خواهان تفصیلات هستند، میتونن بعد از انشالله یک میان برنامه تماس بگیرند و تلفن های برنامه انشالله پس از دیدن یک میان برنامه زیرنویس خواهد شد. میان برنامه میبینیم و برمیگردیم انشالله. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.
بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره در خدمت شما هستیم و در دقایقی که از وقت برنامه باقی مانده در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و منتظر پیام ها و تماس های شما گرامیان هستیم و از همین حالا شما می توانید در ارتباط به تناقضاتی که در دو برنامه در جلسه گذشته و این برنامه مطرح شد، اگر گفتنی دارید و اگر استفساری دارید بفرمایید و در خدمت شما هستیم. اما در خصوص دو تناقض دیگری که جناب استاد فاتح قبل از میان برنامه اشاره کردن، یکی به صلیب کشیدن دو دزدی بود که گفته شده در اناجیل آمده که دو دزدی با همراه با حضرت عیسی علیه السلام به صلیب کشیده شدن. میبینیم که در انجیل متی باب 27 آیه 44 میگه که دزد این هر دو دزد که به صلیب کشیده شدن و عیسی علیه السلام ناسزا میگن و دشنام میدن و همچنین انجیل مرقس میگه هر دو دزد به عیسی علیه السلام ناسزا میگفتن و دشنام میدادند. اما میبینیم که برعکس انجیل متی و مرقس، انجیل متی باب 27 آیه 44 و انجیل مرقس باب 15 و آیه 32، انجیل لوقا میآید در باب 23 آیه 39 میگه یکی از اینها به عیسی طعنه میزد و دیگری را عیسی علیه السلام وعده دخول و ورود به بهشت داد. و اما تناقض بعدی که تناقض 11 بود، متی میگه که عیسی وقت هنگام مرگ فرا رسید شاکی بود، شکایت میکرد و میگفت که چرا به قول خودشان چرا ای پدر من را تنها گذاشتی. و مرقس هم در باب 15 فقره 34 اشاره میکنه که عیسی با صدای بلند فریاد میزد و میگفت خدای من چرا من را تنها گذاشتی یا تنها گذاردی. اما برخلاف این دو یوحنا میگه که بدون ذکر هیچ میگه شراب که ترشیده بود اون شراب را می نوشه و بعد از آن سرش را میگذارد و جانش را به جان آفرین تسلیم میکنه. خب این دو تناقض دیگری بود. البته تناقض 10 و 11 بود. ما 6 تناقض را در برنامه گذشته بهش پرداختیم و اشاره کردیم و در این برنامه هم به 5 تناقض اشاره شد. خب جناب استاد عبدالرحمن فاتح، باز هم تا حین برقراری تماس ها در خدمت شما هستیم. اگر باز هم روشنی بیندازیم پیرامون امی مورد اخیر که یوحنا میگه که عیسی علیه السلام و البته به قول یوحنا نه به قول ما، که گویا هنگام مرگش که فرا میرسه شراب ترشیده را میخوره و سرش را میگذاره و میره. در حقیقت همچنان که ما اشاره کردیم این نوع تناقض است که در میان اناجیل چهارگانه وجود داره و هر کدامشان یک چیز دیگری میگن، هر کدام یکی سخن دیگری را نقض میکنه یا سخن یکی دیگر را ماسمالی میکنه و این مشکلی که ما در دین نصرانیت به وفور میبینیم، نه تنها در این موضوع یعنی در موضوعات مختلف میبینیم که عقب نشینی داره. بارها ما این موضوع را مطرح کردیم. کلیسا عقب نشینی داره، کتاب های اینها عقب نشینی داره. یعنی یکی مثلا مقدم از یکی دیگر هست، اگر به اون مقدم مراجعه بکنیم این که متأخر میبینیم که با هم متفاوته، فرق میکنه. مثل که اون 3 انجیل در گذشته بوده، یوحنا در اخیر میبینیم که انجیل یوحنا کلا همه چیز را انکار میکنه و به خاطر دفاع از حیثیت عیسی مسیح، چون واقعا شخصیت عیسی مسیح علیه السلام با این حرف و با این شکایاتی که حالا اینجا مطرح میکنه زیر سوال میره و در حقیقت میان اون را به هر حال بازپس میگیرن و به شکلی از اشکال آن را به گونه دیگه وارونه جلوه میده که نه اصلا این گونه نبوده، اصلا حرفی نبوده. گویا این که اصلا حرفی نبوده، لذا چیکار میکنه؟ میایه انجیل یوحنا یا فرد یوحنا
آن را میپوشه و کاملا حذف میکنه، از بین میبره، که هیچ کلامی عیسی مسیح علیه السلام نزد و هیچ حرف نزد و خیلی راحت از دنیا رفت و سر خود را پایین انداخت و روی صلیب به تعبیر اونها از دنیا رفت و نمیدانیم والله. خب جناب استاد، در کنار این تناقضاتی که وجود داره چی اشکال داره اگر بیای مثلا امین شوراهای که دارن که یکی از منابعشان است، درست است؟ بله. امین شوراها یا کنفرانس ها یا مجامع که حیثیت یا صفت قانونگذاری را هم، مسئولیت وظیفه قانونگذاری را هم با عهده دارن، بیاین همه تناقضاتشان را انکار کنن یا بازنگری بکنن، دوباره بنویسن. چی اشکال داره؟ در این زمان مشکل برایشان که این کار را انجام بدن، به خاطر اینکه اولا این کتاب ها حالا چاپ شده، پخش و نشر شده به 300 زبان زنده دنیا، به تعبیر خودشان ترجمه شده از زبان عبری یا به تعبیر خودشان همون زبان عبری ترجمه شده و به هر صورت این مشکل برایشان. این که بدتر از تناقضات موجود نیست. بله، از جهت دیگر ما امروز گروه های مختلفی از مسیحیت را میبینیم. مثلا 3 گروه مشهوری که اینها دارن که بیش از صدها فرقه اند اینها. فقط در مسیحیت شما صدها فرقه را میبینین که یعنی اصول دارن، باز اینها شاخه شاخه شدن، شاخه شاخه و فروعاتی برای خودشان پیدا کردن. مثلا مثل این کاتولیک ها، مثل پروتستان ها، مثل اون فرقه دیگر شاهدان یهوه، اینها هم یکی از فرقه است که در میان فارسی زبان ها طبقی که بنده شنیدم میگن در تهران هم زیادن و در برخی از شهرهای ایران هستن. اینها ارتودکس مثلا ارتودکس ها هستن. بله، شاهدان یهوه اونها باز یک گروه دیگری اند، اینها هم یکی از فرقه های مسیحی اند. یعنی اگر خواسته باشن اینها اصلاح بکنن اینها را کدام فرقه، اینها جمع نمیشن در کنار هم دیگر، حتی به سرحدی است که اینها هم دیگر را تکفیر میکنن، به سرحدی که برخی از اینها برخی دیگر را تکفیر میکنه، برخی از اینها اصلا یعنی دیگران را مکلف نمیکنه برای خواندن کتاب مقدس یا عهد جدید و اصلا مردمش آگاه نیستند و جرأت این کار را فعلا ندارند. شاید در گذشته داشتند ولی اگر خواسته باشند که این را به صورت کلی حذف بکنند که سر و صداها بیشتر بالا میشه، به خاطر آبروی خودشان هم که شده این را به شکل ماسمالی میکنن. نه، میگه این منظورش شاید چیز دیگری باشه و شاید بگه از نظر شما مثلا این گونه هست. از منظر شما. بله، از نظر شما. سوال دیگری که شاید در ذهن برخی از بیننده های ما، بیننده ها البته غالبیت بیننده ما مسلمان هستن و اهل سنت هستن، سوالی که شاید در ذهنشان مطرح شوی است که آیا امکان داره که یعنی مسیحی این کتاب را بخواند و بعد از آن به تناقضات موجود پی نبره و از این دین نبره؟ بله، امکان داره، امکانش هست. ما افرادی را داریم که فقط نامش مسیحیه، نامش مسیحیه و حتی برای یک بار هم کتاب مقدس را مطالعه نکرده، حتی برای یک بار هم نخوانده که در این کتاب چه چیزهایی وجود داره و از این خرافات و خزعبلات و تناقضات و اختلافاتی که در این کتاب هست اصلا آگاه نیست. من گفتم برایتان اگر یاد بخصوص فارسی زبانایی که ادعا میکنن مسیحی هستند، مگر بله اغلبیت که حتما عقل دارن، منطق دارن، وقتی عقل و منطق داشته باشن چرا یک بار نمیان کتابی که به او ایمان دارن این کتاب را باز نمیکنن؟ مثل که ما مسلمان ها امروز قرآن را میخوانیم، این را بخوانن از ابتدا تا انتها. مشکل همین است جناب استاد. من در برنامه گذشته هم اگر یادتان باشه تذکر به این نکته دادم که در کلیساها بیشتر حالا متاسفانه در این زمان به خصوص در کلیساهای پروتستان ها بیشتر مسائل رقص و پایکوبی فعلا وجود داره. زنها را با لباس بد میارن و به شکل یک راهبه بگین، حالا او را میارن اونجا میرقصانن و او به تعبیر خود اناشید کتاب مقدس را میخوانه. یک میک هم دستش میدن. اگر شما دیده باشید واقعا عبادتشون خیلی جالبه داخل کلیساها که ببینید اینها وقتی عبادت میکنن تعجب برانگیز است. بله. خیلی یک میک را میگیره دست خود این زن و مثل همین زنهای رقاصه میرقصه و بعد میخوانه، این که دین میخوانه، دیگران هم میرقصن و خودشان را تکان تکان میدن، این طرف آن طرف میکنن، سرای برهنه، وضعیت خراب، وحشتناک. حتی جناب استاد اخباری از داخل کلیساها همواره پخش و نشر میشه، چی در کشورهایی که فارسی زبانن، در تهران، حتی در تهران
کسی نقل میکرد در برخی از کلیساهای تهران. حتی یک بار یک ویدیوی خودم هم در فضای مجازی در فیسبوک پخش کردم، چون شایسته نیست که در شبکه پخش بکنیم. در حقیقت وحشتناکه. یکی که خودش در اونجا بوده و عنوان یک کشیش بوده، بعد از این که برایش خیانت شده بیرون میشه، فیلم میگیره و یکی که نام میگیره که فلانی 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 در فلان کلیسا شما حرامخوارید، شما زناکارید، شما شراب میخورید، شراب عادیه، شما فلان میکنید فلان میکنید فلان میکنید. همین ها را افشا میکنه که در این کلیساها چی میگذره، چی وضعیتیه. به دخترهای مردم تجاوز میکنن، به زنان مردم به نام عیسی مسیح تجاوز میشه. در اونجا رقص و پایکوبیه، در اونجا فحشا و منکراته. اصلا چیزی به نام عبادت وجود نداره. خیلی حد اکثر کاری که بکنن مزامیر داوود را میخوانن و اناشیدی که در کتاب مقدس یا در اناجیل، به هر حال در کتاب مقدس در عهد قدیم به خصوص وجود داره، همانها را میخوانن. تمام. دیگه کدام چیز جدیدی به خورد اینها نمیدن. نمیای که مثل من و شما بیای پشت کامera بنشینه بگه که انجیل متی رقم گفت، انجیل مرقسی رقم گفت، انجیل لوقای رقم گفت، انجیل یوحنا. خب اگه یک بگن که تباه میشن، دکانشون تخته میشه. پس به منو کسایی که خود نصرانی میگن و منسوب به نصرانیت میدانن از این حقایق اطلاع دارن، آگاهن؟ غالبا اطلاع ندارن. غالبا اطلاع ندارن. یعنی چی گونه امکان داره جناب استاد؟ گفتم برایتان که اونها را مشغول میکنن به مزامیر داوود و اناشیدی که داخل اون، پس عقلشون در حقیقت تعطیل شده. بعد اینجا دیگه عقل به دست اون کشیشه. هرچی کشیش گفت خلاص این هم قبول میکنه، این هم دنبال روی میکنه متاسفانه. و همیشه میبینیم که در قرآن کریم بیشتر به این موضوعات دقت میشه و قرآن کریم هم وقتی که اهل باطل را دعوت میکنه میگه شما به بزرگان خود و به رهبران خود دقت نکنید، متوجه اونها نشید که شما را با خود به جهنم میبرن. حتی الله متعال میگه مثلا در قرآن کریم میگه که زمان اتبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. وقتی که اون کسانی که متابعت میشن، یعنی رهبران، از کسانی که متابعتشان کردن یعنی زیردستان بیزاری میجویند در روز قیامت. در روز قیامت بله، وقتی این وضع حال را میبینه، حتی شیطان خطبه ایراد میکنه، مثل که در سوره ابراهیم آمده. شیطان استاد میشه میگه که من شما را به زوری طرف نکشیدم، حالا نمیتونم برای شما کاری بکنم و شما هم برای من کاری کرده نمیتونید. لذا جناب پس فرصت است که بله، فرصت بسیار خوبیه که اینها خودشان حالا الحمدلله میبینین که کتاب ها چی اناجیل چی غیر آن به زبان فارسی مختلف ترجمه شده. یک بار پیش خود بگذاره فکر بکنه. اگر میگه که خیلی خوب فکر من به هر حال به اینجا نمیکشه، ما گروه های باطل همیشه داریم، باطینی ها در میان نصرانی ها و یهودی ها هم هستن، برخی از در میان مسلمان ها هم هستن که میگه ما معنای قرآن رو نمیفهمیم، باید بریم پیش یک آخوند، پیش یک به هر حال مرجع عالی قدر بریم که او برای ما تعریف و توجیه بکنه. یا میگه که قرآن معنای ظاهر و باطن داره، میگه انجیل هم معنای ظاهر. خیلی خوب، همین معنا و ظاهر و باطنش رو بگیر برو پیش یک کشیش، پیش یک آخوند مسیحی، ببین که او چی میگه، ببین که واقعا تایید میکنه آیا در اینجا اختلاف وجود داره یا نه. اگر داره خب با او تصفیه حساب بکن، بگو برایش که چرا ما رو به گمراهی میکشین، چرا شما ما رو به این طرف میکشین، یک جواب برای این پیدا بکنین. و اگر این که نداره، به چی دلیل نداره؟ این خب آشکار خیلی واضحه، زبان فارسی من هم میفهمم، شما هم میفهمید، همه مردم میفهمن، همه کسانی که ما را میبینن زبان فارسی میفهمن و اطلاع دارن. لذا ما به زبان دیگر نه عبری صحبت میکنیم نه عربی صحبت میکنیم. این انجیلی هم که پیش ماست نه عبری است نه عربی است که ما ترجمه غلط آن رو بکنیم یا از پیش خود با آن شرح بدیم، بلکه انجیلی است که در دسترس همه قرار داره. یعنی جناب استاد، سوالی است که واقعا در ذهن ما خطور میکنه و این باید ما مطرح کنیم. احتمال داره که سوال در ذهن اکثریت بیننده ها هم مستحضر شود. اینی که میگن مثلا اروپایی ها و غربی ها مثلا روزی چند کتاب میخوانن و در هفته چند کتاب میخوانن و یعنی شهروندای هستن اروپایی ها کسانی هستند که بیشترین مطالعه را دارن در دنیا. امکان داره مگر یک کسی بیای کتاب های که افراد عادی تالیف کردن اونا را بخونه و کتابی که در رابطه با دینش تالیف شده این را مطالعه نکنه؟ جالبه، چند وقت پیش بنده یک ویدیویی دیدم، البته این ویدیو را یک مسیحی برای من فرستاد. ویدیو از این قرار بود که در اروپا، البته زبان انگلیسی بود، ترجمه شده بود زیرش، شاید در یوتیوب موجود باشه، عزیزان میتونن که برن مراجعه بکنن. بنده این خودم در فیسبوک هم گذاشتم این ویدیو را. از این قرار بود ویدیو که چند نفر کتابی را گرفته بودن، پوشش نداشت،
میرفتن پیش مردم میگفتن ببینید چی نوشته اینجا، در مورد زن چی میگه، در مورد قتل و کشتار چی میگه. مردم میگفتن والله قرآن کتاب فلان و فلان. آخر برای مردم میگفت این قرآن نیست، این کتاب مقدسه. نفر جا میماند کتاب مقدس؟ بله میگفت کتاب مقدس. میگفت من فکر میکردم این قرآنه. یعنی از بس به فکر اینها خواندن که قرآن فلان است و این و آن است و فلان، وقتی کتاب مقدس برایش نشان میداد تعجب میکرد. از قرآن هم شاید اطلاعی نداشته باشه، فقط برایش گفته شده باشه. بله اصلا برایش گفته شده از طریق شبکه‌های اسلام ستیزی زیاد میکنن در کشورهای اروپایی. تعجب میکرد، میگفت که وقتی برایش میخوند که اسلام در مورد مثلا میرفت پیش یک زن میگفت که این قرآن اسلامه، این میخوان که در مورد زن این میگه. بعد این میگفت که بله این کتاب این فکر مرتجع، نمیدونم عقب افتادگی و عقب گرایی و فلان و این و آن. بعد کتاب رو که برایش نشان میده میگه کتاب مقدسه. این زنه جا میماند. کتاب مقدس میگفت بله. میگم تا حالا نخواندم این رو. پس این میشه اینطور یک برداشت کنیم که این کشیش های مسیحی عین همون کاری که مثلا آخونده تشیع میکنن اون رو میکنن. بله. یعنی اینها را عقلشان را خردشان منطقشان مصادره میکنن، میگن شما هوش کنین، شما نباید این کتاب بخونین، شما چون از فهم شما، از سویه درک شما، از سطح دانش شما این خیلی بالاست. اینو فقط کشیش ها مسئولیت دارن که اونها بخوانن و برای شما شرح کنن. حالا اگر بخوانن که اینم شاید نباشه. در برابر جناب استاد یک روز یک مسیحی برای من ویدیوهای فرستاد که از شبکه‌های مسیحی بود، شبکه‌های نصرانی به زبان فارسی. خب زنم میامد که نمیدانم اسلام در مورد زن این را گفته، آن را گفته، فلان کرده، اینو آن کرده، که بنده بارها چالش دادم که یک دینی را مثل دین اسلام پیدا بکنیم که بهترین حق را برای زن داده، مثل اسلام برای زن حق داده باشه. مطمئن باشید که هیچ دینی نیست، نه زرتشتیه، نه نصرانیه، نه مسیح، نه یهودیه و نه ادیان دیگر. این هندوئیسم و بودایسم و اینها خب جایگاه خود خب به هر حال اونها خب خیلی وحشتناکه. همین دین هایی که ادعای آسمانی میکنن، حالا زرتشتی هم خب حالا ای که اصلی نیست، این در مورد پژوهشگران و به هر حال دانشمندان اختلاف هست، حالا که هست در حقیقت آسمانی نیست. قول صحیح بر اینه. حالا یهودیت و نصرانیت، ببین شما ببینین واقعا همین حقی که اسلام برای زن داده برای دیگر ادیان داده یا نه؟ نداده. مطمئن باشید که نداده. خب ویدیوهای برای من فرستاد که این زنها و این مردها در مورد اسلام چی میگن. و خودم هم یک شبکه زرتشتی را یک روز میدیدم، شبکه ماهواره‌ای بود. میدیدم که یک آخوند زرتشتی اونجا نشسته بود و به هر حال چرند میگفت که اسلام این را گفته، اسلام فلان کرده. خندم میگرفت و خدا قسم استاد. بجای اینکه از خندم میگرفت که این چرا دروغ میگه. یعنی این ماشاءالله ریشش را ببین، سر و کله‌اش را ببین، دروغ میگه. یعنی خیلی شفاف، سن بزرگ ولی دروغ میگه، ریشش سفید شده دروغ میگه. خیلی برای من تعجب آور بود. خب من در برابر برای این نصرانی ویدیوهایی که یک برنامه ما داشتیم در اینجا، در برنامه بازسازی اندیشه که پیرامون زن در مسیحیت و یهودیت صحبت کرده بودیم، زن در آینه. بله. این ویدیوهای اینها را کلیپ کرده بودم فرستادم برای این که ببین اسلام چی میگه و مسیحیت چی میگه. وقتی که دیدگاه اسلام فرستادم برای این، برای من گفت که شما عجب پیامبری دارید، چقدر مهربانه، چقدر زنها را دوست داره. گفتم بله این دیدگاه اسلامه. دروغ میگه اون آخوند مسیحی، دروغگوست، دروغ میگه، خجالت نمیکشه. یا زرتشتی. بله اول خب شبکه‌های مسیحی، بعداً زرتشتی. گفتم اینها دروغ میگن. ببین که چقدر واضح و شفاف دروغ میگه. خب در برابر این دیدگاه نصرانیت در مورد زن را فرستادم که ببین که در کتاب مقدس در تورات در مورد زن چی میگه. زن نجس میشه و نمیدونم هر کس دست بزنه تا 7 روز نجس و فلان، و وقتی که مریضی ماهوار میشه و نجس میشه و نمیدونم هر کس دست بزنه به جانش نجسه و پهلویش بنشینه نجسه و جاش نجسه و این حرفا رو براش فرستادم. برای من گفت من اصلا اینها رو نمیدونستم. یعنی واقعا کتاب مقدس این حرفا رو زده. بله خدا نصرانی. بله گفت واقعا این کتاب مقدس این حرفا رو زده. گفتم ببین خب کتاب مقدس داری، باز کن ببین که واقعا اینها حرف هست، همین حرفا هست یا نیست. حقیقت امر اینه که واقعا اینها نمیفهمند، غالبا اینها خبر ندارن، چیزی اطلاع ندارن. متاسفانه همین گونه به هر حال پدر و مادر و اجداد و بزرگانشان نصرانی بوده و اینها هم همین گونه تقلیدی نصرانی هستن بدون اینکه کتاب مقدس را برای یک بار هم که شده بخوانید. حالا هدف من این بود جناب استاد سوالتان که غربی ها همه کتاب ها را میخوانند و اهل مطالعه هستند و فلان هستند، آن چرا کتاب مقدس را نمیخوانند؟ این هم سوالی که باید از اونها پرسید، چرا نمیخوانند؟ به همین واسطه که شما ببینید در کشورهای اروپایی
اخبار زیادی آمده که کلیسا به خاطر نبود افراد فروخته شده برای مسلمان ها مسجد ساختن. کسی رو نداره، بازارشان کساد شده. حالا جوانانشان وقتی یا مطالعه میکنن یا مطالعه نمیکنن، وقتی میبینن که اینا سوء استفاده میکنن، اینها میبینن که برای مردم ویزه یا خط بهشت میدن، بهشت را میفروشن، دوزخ را میفروشن، بله قباله میدن. این در حقیقت این جوان پیش خود فکر میکنه. به همین واسطه میبینین که مثلا در آمریکا شما شاید اخبار بنده زیاد میشنوم، به خصوص در کشورهای اروپایی با من ارتباط زیاد دارن. در کشورهای آمریکایی، در کشورهای اروپایی اینها به صورت زیاد، یعنی به صورت مستقیم ارتباطاتی که دارن گاهی میفرستن. فلان جا مسجد کلیسا مبدل شد به مسجد، فلان جا کلیسا را خریدند و مبدل کردن به مسجد، چون کسی نیست داخل کلیسا. زمین به هر حال از داخلش اصلا چیزی نیست، اونجا فقط همون صلیب زده است و شاید یک کششی همونجا بنشینه و یک چیزی بخوره، خلاص تمام، دیگه کسی نیست که اونجا برای عبادتی بکنه، اونجا جای برای عبادت و اینها داشته باشه. دین نیست، یعنی به نام دین مردم میخوان که بیدین کنن. بله بله، اصلا شما جناب استاد اگر ببینید دقت بکنین، یکی از عقب نشینی هایی که کلیسا داشته همینه که مردم را آزاد بگذاره، یعنی به دین پایبند نباشن. جالبه یکی از کشیش های مسیحی مسلمان شده بود، همین حرف را میزد، بنده خودم خواندم در شرح زندگی او، میگفت که فقط ما از طرف کلیسا وقتی مأمور میشدیم که برین تنصیر بکنین و مردم را به طرف مسیحیت دعوت بکنیم، فقط برای ما میگفتن که شما کاری بکنید که مردم از دین خود زده بشن، از دین خود زده بشن، بله فقط از اسلام دور بشه، پایبند به اسلام نباشه، چون پایبندی به اسلام یک خط قرمز در برابر استعمار. یک مسلمانی که پایبند به اسلام باشه نوکری را قبول نمیکنه، اجیر بودن را قبول نمیکنه، استعمار را، استثمار و استحمار را قبول نمیکنه. لذا اینها فقط میخوان که همین دین را از مسلمان ها بگیرن که متدین نباشن. میگه همین برای ما کفایت میکرد به نام عیسی مسیح، همین که بیا یک بار به هر حال از اسلام بیزاری بجویه، بیا بگه من مسیحی شدم، همین برای ما کفایت میکنه. این که پایبند باشه یا نباشه، خب شورای اورشلیم هم در قبل فیصله کرده که اشکال نداره، اینا میتونن پایبند نباشن، فقط یک دو مورد رو که مراعات بکنن و تمام. پس لذا جناب استاد اینها واقعا نمیفهمند، اینها معذورن، اکثر اینها بیچاره ها با درد جهل به سر میبرن. جهل به این معنا که به کتاب مقدس جهل دارن، نه که مطلقاً جاهل باشن. فهمیده پروفسور، دکتر، ماشاءالله متخصص در امور دیگر، اما وقتی در کتاب مقدس میرسه برای یک بار هم خودش رو زحمت نداده که بخونه تا بفهمه که در این کتاب چی هست و چی نیست. خب جناب استاد فاتح گرامی، البته وقت برنامه ما تقریبا داره آهسته آهسته به پایان میرسه و فکر کنم که برنامه را در همین دقایق ان شاء الله به پایان میرسانیم و از شما جهان سپاس و امتنان دارم که باز هم در یکی دیگر از برنامه‌های بازسازی اندیشه خدمت ما و بیننده های عزیز و گرامی بودین و امیدوار هستم که آنچه که در این برنامه گفته شد مورد رضایت بیننده ها و قبل از آن مورد رضایت الله تعالی قرار بگیره و آنچه گفتیم و آنچه که شما شنیدید در میزان حسناتمان قرار دهد و تا برنامه دیگر و دیدار دیگر همه شما عزیزان و سروران را به پناه الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.